سلام، به اولین ویدیو یوتیوب من خیلی خوش اومدین. امروز قراره با همدیگه آموزش این کار جذاب و پرفروش و ترند امسال رو یاد بگیریم، گردنبند نگار عشق ابدی. البته این کاری که قراره امروز آموزش ببینیم رو من با ستاره اجرا کردم که شما میتونین با قلب اجرا کنین، یعنی سلیقه‌ایه. همونطور که میبینین من تا یه بخشش رو ساختم و قرار انجامات رو با هم بسازیم. وسایلی که نیاز داریم انبار سکاره یا دمگرد، سیمچین، سیم مفتول استیل و زنجیر سایز 3 رنگ ثابت هست. همچنین به این مهر صدفی هایی هم که میبینین نیاز داریم. تموم این وسایل رو میتونین از خود من هم تهیه کنین. اگر خواستین توی کامنت ها اعلام کنین بهم. خب همونطور که میدونین من تا یه جای کار رو ساختم و ستاره رو رد کردم، سیم مفتولم رو بس کردم به زنجیر. حالا قرار سیم مفتول رو ببرم که باز بتونم این سیم مفتول رو وصل کنم به زنجیر. از اینجا سیم مفتول رو کات میکنم و حالا که کات شد زنجیرم رو بر میدارم و آخرین خونه رو رد میکنم از سیم. به این صورت باید این شکلی بشه. حالا باید با انبار دمگرد سر سیم رو بگیرم و به عقب خمش کنم و حالا کار رو گرد کنم. بعد از اینکه این کار رو کردم زنجیر رو میکشم به این سمت و حالا با این قسمتی که دارم بهتون نشون میدم باید سیم رو محکم کنم، یعنی اون درزی که به وجود اومده باید با انبار پرس کنم که بسته بشه. حالا من این کار رو میخوام با اون قسمتی که به شما نشون دادم انجام بدم. شما اگر اون قسمت رو ندارین میتونین با سر دمگردم انجام بدین یا با انبار دمپهن که من الان این کار رو پرس کردم و کاملا بسته شد و دیگه زنجیر ازش بیرون نمیاد. به این صورت میشه. اینطوری کارمون محکم و استقامتش میره بالا. حالا باید چیکار کنیم؟ حالا باید زنجیر رو کات کنیم. باید اندازه رو تعیین کنیم، اندازه فواصل هر ستاره یا مروارید رو میتونیم اینقدر بگیریم، میتونیم همون اندازه که من گرفتم بگیریم، یعنی دل بخواهیه. من اندازش رو 7 تا خونه زنجیر گرفتم. یعنی چی؟ این دایره های زنجیر رو میبینین؟ اونا باید به اندازه 7 تا بشه. یعنی توی خونه 8 شما اینو برش میزنین که من برش زدم و اینطوری شد. حالا الان باید چیکار کنیم؟ الان دوباره همون پروسه‌ای که انجام دادیم انگار تکرار میشه. الان من این قسمت رو ساختم. حالا این زنجیر رو باید دوباره بندازم توی سیم مفتولم به این صورت که الان میبینین. اینطوری باید بشه و حالا باید دوباره با انبار دمگرد سیم مفتول رو بگیرم، کار رو گرد کنم و بعد از اینکه کار رو گرد کردم به این صورت باید زنجیر رو بیارم توی اون قسمت حلقه و دوباره باید اون حلقه به وجود اومده رو من پرس کنم که بسته بشه، که دیگه زنجیر ازش رد نشه. که من پرسش کردم همون صورت که میبینین میشه اینطوری. دیگه زنجیر ازش رد نمیشه که کار بخواد پاره بشه. حالا مروارید رو میارم اینجا و این کار هی تکرار میشه دیگه. دوباره باز از اونجا برش میخوره، زنجیر میاد توی سیم مفتول گرد میشه و باز دوباره هی ادامه پیدا میکنه که نتیجهش بشه یه همچین کاری که شما الان دارین میبینین. نتیجه کلی کار شد چیزی که دارین میبینین. برای اینکه این کار بتونین تکمیل کنین به 12 تا قلب یا ستاره نیاز دارین و این قد به نظر من مناسبه. شما حالا قدشو اگه بخواین کوتاه‌تر یا بلندتر هم میتونین بگیرین. ممنونم که تا آخرین ویدیو همراه من بودین.